سلام، علیرضا هستم با یه قسمت از برنامه سیر تا پیاز. این دفعه براتون دوباره یه شغل و یه آسپلونگ آوردم که اصلا کیف میکنید. آقا آریا عزیز، خودتو معرفی کن. سلام میکنم، آریا هستم، 25 سالمه و توی آیتی هستم. دقیقاً کارت چیه؟ دقیقاً سیر تا پیازش؟ سیر تا پیاز که نه، یه ذره از اول یواشا فعلا سیرشو بگو یکم. اسم خود آسپلونگ که میشه فاخ اینفورماتیکا فور سیستم اینتگراسیون. خب این فاخ اینفورماتیکا توی آلمان 2 شاخه داشت اون موقع که من شروع کردم. یکیش همین سیستم اینتگراسیون که میشه بیشتر کار با هاردور یا سخت افزاری. یکی میشه Anwendungsentwicklung که اون میشه کار برنامه‌ریزی و نرم افزاری. بعد اگه بخوای بگی کارت چیه، اسمش دقیقاً چیه؟ الان اسمش سیستم انجینیر هست. این یعنی مهندس شبکه یا مهندس همون سخت افزاری. خب بیشتر تو توی سخت افزاری کار با هاردور داری. مثلا هاردور چی میشه؟ سخت افزار. هاردور چی میشه؟ مثلا این دوربین، این میکروفون، لپتاپ، مثلا مودم های اینترنتی، چیزایی که توی شرکت هستن مثلا بهشون دسترسی داری، میتونی دست بزنی بهشون، میشه گفت هاردور. سافتور یا همون نرم افزاری، برنامه‌ریزی. بخوام خلاصه‌شو برات بگم، نرم افزاری اینه که مثلا تو فقط برنامه نویسی میکنی. فقط همون موس و کیبورد رو داری و برنامه نویسی میکنی. ولی سخت افزاری اون چیزی که من توشم، اون بیشتر با سخت افزاری کار داره، یعنی با هاردور کار داری. یعنی دقیقاً چی کار میکنید؟ مثلا میایین کنار همدیگه وسایل مونتاژ میکنید یا درست کردن مثلا یه قطعه الکترونیکی؟ توضیح دادنش اونجوری که خیلی بیشتر از این اصلا. تو وقتی این آسپیلونگو میری، فاخ اینفورماتیکا فور سیستم اینتگراسیون، چجوری باید بگم، یه قنجه کوچیکی نیست. مثل چجوری باید مثال بزنم، مثل دکترا مثلا. ما دکتر گوش و حق داریم، دکتر چشم داریم. توی آیتی هم وقتی میای 4-5 تا مثلا شاخه داریم. مثلا همه الان اگه بخوام مثال بزنم از شرکت خودمون، ما 5 تا تیم داریم توی آیتی. فکر کنم 30 خورده نفریم. 5 تا تیم داریم. مثلا یه تیم داریم که کلا اسمش دسکتاپ تیمه، فقط برای هاردور چیزا توش دیگه. چی بهش میگن؟ مسئوله. آره. مثلا کارهای لپتاپو میکنه، مثلا راه اندازی لپتاپ برای کارکنان، سوالی داشته باشن، خرابی لپتاپ داشته باشه، اونا مسئولن. بعد یه نتورک تیم داریم، نتورک و سکیوریتی که من توشم. نتورک. آره. مثلا کارهای اینترنت میشه، مثلا فکر کنم تو فارسی به شبکه هم میگن. کارهای شبکه رو انجام میدیم، مثلا هر چیزی که به اینترنت ربط داره، به سکیوریتی شرکت ربط داره، اون کارو مثلا ما میکنیم. بعد دوباره یه تیم دیگه داریم، تیم برنامه نویس داریم که اونا مثلا برنامه نویسی میکنن، اپ مثلا راه اندازی میکنن، یا مثلا برای وبسایت و این کارا مسئول هستن. یعنی میخوای بگی که مثلا آسپلونگش یه چیز خیلی کلیه و توی مسیر خود آسپلونگ میتونی مشخص کنی که با کدوم سمت میری، یا بعدا وقتی تموم میشه وارد بازار کار میشی؟ خب به شرکت هم چیز داره، ربط داره، بستگی داره که تو چه شرکتی باشی. تو مثلا اگه توی شرکت بزرگی باشی مثل من که الان هستم، تو همه این möglichkeiten رو داری، همه این امکانات رو داری که مثلا تو این 4-5 تا تیم بتونی بری مثلا. مثلا توی شرکت کوچیک‌تر باشی، شاید مثلا همون فقط تیم دسکتاپ رو داشته باشه، مثلا تو فقط تو اون زمینه بتونی بری. حالا من درباره شرکت اولام حرف میزنم که آسپلونگ تو شروع کردم، شاید درس بزرگی برای بقیه بشه. شرکت کوچیکی بود، مثلا ما کلا 4 نفر بودیم. من بودم، یک نفر دیگه که آسپلونگ میدید، رئیسم با یه منشی. این رئیس من کلا همه کاره اونجا بود. مثلا دیگه هر چی بگی همه کاره شرکت خودش میکرد. هم شرکت رو راه اندازی کرده بود، هم کارهای شرکت مثلا کارهای حسابداری میکرد، همه کاری میکرد تو اون شرکت. و خیلی من ناراضی بودم از این شرکت. نمیدونم داستانشو بگم یا طولانی میشه. میتونیم در موردش صحبت کنیم. من فقط یه نکته کلام بزنم رسید که می‌خواستم در تکمیل کننده حرفات باشه. این بود که من خودم همیشه حس می‌کنم وقتی من توی شرکت کوچیک کار میکنه و تو رئیس تو رو میشناسه و با تو هر روز در ارتباطه، این یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا هست. مثلا همیشه من ترجیح میدم یه شرکتی باشم که خیلی بزرگ باشه که اصلا رئیس منو نشناسه، فقط بدونه آقا این اینجا کار میکنه ولی کیو، از همش بهتره. شرکت کوچیک حالا مشکلاتشو بگم که برام پیش اومد. چون شرکت خیلی کوچیکی بود، ما بعد از 6 ماه شرکت ورشکستگی اعلام کرد. تو همون سال اول آسپیلونگ
در صورتی که بعد از 4 ماه که مثلا 4-5 ماه که اونجا کار میکردیم، حتی رئیس هم به ما نمیومد میگفت که ما ورشکسته شدیم. ما دیدیم 1 ماه پول ما رو نداد، 2 ماه پول ما رو نداد. رفتیم بهش گفتیم چه خبره، چی شده؟ میگه نمیدونم، من نمیدونم چه پول شما نیومده. آقا این داستان 2-3 ماه ادامه داد. دیگه بعد 2 ماه دیدیم دیگه نامه اومده از وکیل و اینا که شرکت ورشکسته شده. و این یه پوینتی بود که خیلی منو چیز کرد. اون موقع خیلی منو عصبانی کرد از دست این رئیس شرکت. تا اون موقع ازش راضی بودم. و این که مثلا نیامد بهت صادقانه بگه شرکت ما در حال ورشکستگی، دیگه تو میدونی به عنوان یک رئیس که شرکت داره ورشکسته میشه. آره. بعدم 2 ماه حقوق 2 نفر ندادی. مثلا مگه شرکت 10,000 تا کارکن داره که به ندونی الان پولشون رو دادی یا ندادی؟ این یکی از مشکلات شرکت‌های کوچیکه که سریع میتونن ورشکسته بشن. و خوبیه اون شرکت‌های بزرگم که همونجور خود گفتی اونجوری نیست که مثلا رئیس بیاد رو تو یه کلید کنه یا مثلا این مشکلات پیش بیاد، ببینه چی کار داری میکنی، کجا میری، کجا دقیقه به دقیقه کنترل کنه تو داری چی کار میکنی. بعد خوبیه دیگه هم که داره تو شرکت‌های بزرگ خیلی بیشتر میتونی یاد بگیری. آره دیگه بیشتر امکانات داری. یعنی پیشنهاد میکنی خودت که اگرم بریم سراغ این کار سراغ شرکت بزرگ بری. 100% اگه مثلا این امکانش برات هست که بتونی تو شرکت بزرگتر، حتما شرکت بزرگتر من اگه خودم باشم انتخاب کنم. اون اشتباه خودم نمیکنم چون گفتم این مشکلات شرکت‌های کوچیک دارن. بعد چی شد که خودت اصلا از اول رفتی سراغ این آسپیرلوم؟ داستانش اینجوری بود که برگردیم به 2017 کلاس دهمو تموم کردم من، همون قرارداد ابشروس گرفتیم و این حرفا. دیگه گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. علیرضا هم نبود پادکستشو ببینیم. ولی خودم همیشه می‌دونستم با کامپیوتر بهم مثلا کار کیف میده. ولی نه مثلا کار همینجوری کارای نرمال با کامپیوتر، مثلا برم یه جا 2 تا حساب بنویسم، منشیگری کنم. دیدم که یه آسپیرلونگ هست تو آیتی که همون فاخ اینفورماتیکا هست. آره دیگه اونجا خودمو به وربن کردم. و جالبش اینه که من برای اون موقع 3-4 تا آسپیرلونگ خودمو به وربن کردم. یکی همین فاخ اینفورماتیکا für Systemintegration، فاخ اینفورماتیکا für Anwendungsentwicklung. برای اتومبیل کافمن هم کردم. اصلا هیچ ربطی هم به هم نداره. آره اصلا هیچ ربطی نداره. حالا جالبش اینه که اصلا اول کار من نمی‌دونستم فرقش چیه این فاخ اینفورماتیکا سیستم اینتگراسیون و Anwendungsentwicklung. من خواستم برم تو آیتی. گفتم هر کدوم شد. بعدها فهمیدم چه کار خوبی کردم که رفتم تو سیستم اینتگراسیون. چون برای من برنامه‌نویسی فهمیدم که اصلا برنامه‌نویسی نمیتونم. یه بار دیگه فرق این دو تا رو با هم دیگه میگی؟ فرق فاخ اینفورماتیکا فور سیستم اینتگراسیون، حالا 4 تا شاخه داریم ما تو فاخ اینفورماتیکا. بگم ویدیو درباره کل آیتی بخوام بگم بعد 3-4 تا ویدیو بگیریم. حالا من سعی می‌کنم کوتاه بگم. الان اون موقع که من شروع کردم 2 تا شاخه بود، 2 تا شاخه اصلی فقط. این فاخ اینفورماتیکا فور سیستم اینتگراسیون، یه فاخ اینفورماتیکا فور Anwendungsentwicklung. الان انتویکلونگ که آخرش راحت‌تر میشه فهمید که انتویکلونگ مثلا میشه پروگرامیر، مثلا برنامه‌نویس. یه چیزی تولید می‌کنی. آره یه چیزی تولید می‌کنی برای همون برنامه‌نویس. تو کارت بیشتر فقط با لپتاپ و موس و کیبورده. آره موس و کیبورد. حالا خیلی مثلا نرم افزار می‌نویسی. آره مثلا بعد زبان‌های برنامه‌نویسی یاد بگیری، مثل سی شارپ، جاوا. حالا اینا رو برنامه‌نویسا مثلا میدونن. مثلا اینکه مثلا یه زبان جدید یاد بگیری. اون که من رفتم سیستم اینتگراسیون کارم با هاردور دیگه، فاخ اینفورماتیکا فور سیستم اینتگراسیون بیشتر با کارهای با وسیله‌های هاردور کار می‌کنه، با وسیله‌های سخت افزاری کار می‌کنه. کدومش بهتره به نظرت؟ بهتر که این همیشه به خود آدم وابستگی داره. مثلا من خودم تا همون آسپیرلونگ فهمیدم که همون سیستم اینتگراسیون و کار هاردور برای من خیلی بهتره. یعنی باید چه ویژگی تو شخصیتت باشه که مثلا بگی که من خب با سخت افزار بیشتر میتونم کار کنم؟ اگه توی کسی هستی که میخوای فقط مثلا با کامپیوتر لپتاپ خود بشینی کار کنی، تکون نخوری از جا، تنبل خیلی مثلا تنبل‌تر باشه، تو آیتی خیلی تنبلن، حتی تو هم مثلا کسایی که مثلا کار هاردور میکنن، و من از اونایی که تو برنامه‌نویسی کار میکنن خیلی تنبل‌ترن مثلا کاراشون، و خودشون هم یه علاقه‌ای دارن دیگه به برنامه‌نویسی، باید علاقه رو داشته باشی. چون کلا تو فقط برنامه‌نویسی میکنی، داری تایپ میکنی و برنامه‌نویسی میکنی، مثلا اپ برنامه‌نویسی میکنی یا وبسایت درست میکنی، اون میشه به برنامه‌نویسی، همون Anwendungsentwicklung. بعد لازمه این آسپیرلونگ چیه؟ یعنی یه نفری که حالا تو اینجا مدرسه رفتی، ولی مثلا یه نفری که حالا سن مثلا 22 سالگی میاد اینجا، خب باید چه چیزایی رو داشته باشه؟ مدرک زبان، مدرک مال مدرسه. مدرک مدرسه من که خودم کلاس 10 رفتم، قرارداد ابشروس داشتم، با میتلر قیف اینجا میشه رفت.
حتی با کلاس نهم هاپچول ابشلوس هم میشه ولی یه ذره سخت‌تره، مثل بیشتر آسپیلون که هر دو تاشو میتونی داشته باشی ولی هاپچول معمولا سخت‌تره دیگه. دیپلم هم یا همون آبیتور هم داشته باشی که خیلی بهتره. حالا دیگه باید این ابشلوس‌ها رو داشته باشی، یه ذره هم بیسیکای از آیتی بدونی بد نیست. آره خیلی هم مثلا اینجا حتی آسپیلونگ نرفتم، من دیدم کوئرآینشتایگ مثلا هست که همینجوری بدون آسپیلونگ اصلا یه جای دیگه میاد، از یه جای دیگه میاد. آره. و مثلا یه ذره بیسیکا رو میدونن و میتونن همینجوری بدون آسپیلونگ برن. مثلا من الان تو این 2-3 تا شرکتی که تا الان بودم تا حالا اصلا از من نه کارنامه خواستن نه اون زوگنیس ایهاکا رو خواستن، اون زوگنیسی که بعد آسپیلونگ میگیری. آره. کارنامه‌ای که بعد آسپیلونگ میگیری. آره اونا نخواستن. یه جای به خودت ربط داره تو این شغل که مثلا خودت چجوری پرزنت کنی، چجوری خودتو بفروشی، چجوری خودتو بفروشی. آره. چون اصلا هیچی نخواستن. نخواستن بدونم من اصلا آسپیلونگمو تموم کردم نکردم چجوری این داستانا. خیلی مهمه که چجوری خودتو پرزنت کنی، از کارهایی که بلدی بتونی بگی، چجوری خودتو بفروشی همونجوری که گفتی. آره اینو می‌خواستم بپرسم، البته یه ذره جوابش هم دادی که وقتی که این آسپیلینگ رو شروع می‌کنی باید از قبل پیش زمینه از کامپیوتر داشته باشی، یا مثلا یه نفری که بگی من علاقه دارم ولی هیچ چیزی از کامپیوتر بلد نیستم میتونه بازم شروع کنه و یاد بگیره؟ واقعا یه چیزی که همه میدونن بعد علاقه رو داشته باشی، یه ذره حالا بیسیک هم بدونی بد نیست همونجوری که گفتم، ولی نه بعد آدم حرفه‌ای باشی. همونجوری که خیلی‌ها میگن اینجا تو آسپیلونگ تو میره آسپیلونگ یاد بگیری، نه بعد آدم حرفه‌ای باشه قبلش. ولی مثلا من از خودم مثال بزنم، مثلا از 4-5 سالگی با کامپیوتر بزرگ شدم دیگه. اون موقع بازی کامپیوتری می‌کردیم و هر از گاهی هم مثلا به کسایی تو فامیلم کمک می‌کردیم ویندوزش عوض کنه، حالا این حرفا. ولی خودم مثلا آدم حرفه‌ای نبودم که مثلا بگم مثلا اولش قبل آسپیلونگ آدم حرفه‌ای بودم. ولی بهتره که یه ذره حالا اگم الان هنوز چیزی بلد نیستی تو آیتی ولی علاقه رو داری، قبل اینکه حالا بری تو اینترویو یه ذره بشین خود تحقیق کنی، بیسیکا رو بدونی که حالا اونجا تو اینترویو نشستی ازت 4 تا سوال کردن نمون. ولی آدم حرفه‌ای نباید باشی. بعد فکر می‌کنی که یه جوری بازار کارش هست که مثلا الان من می‌خوام آسپیلونگ پیدا کنم، مثلا برای 4 تا شرکت درخواست میفرستم، بعد از 4 تا شرکت چند نفر قبول می‌کنن که من برام آسپیلونگ ببینم؟ آسپیلونگ بستگی داره. اگه توی آسپیلونگ نمرات خوب باشه، مثلا قبل شماره کانومت، نمره کانومت خوب باشه، احتمالش هست که مثلا از 4 تا 2 تاش مثلا به جواب خوب بدن، جواب اوکی بدن. ولی از اونجایی که من تجربه که کردم تو این چند سال، به نمره های آخر سال مثلا خیلی توجه میکنن. اونجایی که من فهمیدم مثلا یکی تو فامیل ما بود نمره های کلاس 10ش اصلا خوب نبود، مثلا بگیم دویش نیتش رو میانگینش 3 کما بگیماس 3 ممیز، یعنی مثلا میشه 10-12 به ایران. آره 10-12 آره. ولی این خیلی علاقه داشت، چون من دیده بود مثلا تو آیتی کار میکنم و خوشش اومده بود و کارم دیده بود خوشش اومده بود. فکر کنم نزدیک 150 تا به وربون نوشته بود تو 2 سال. 150 تا به وربون نوشته بود، هیچ جا قبولش نکردن تا اینکه سال پیش دیگه یه جا بهش جواب اوکی دادن و تونست بره اونجا. سلامتی بنده خدا 150 تا. آره منم خیلی بهش کمک کردم، گفتم چیکار کن چیکار نکن، ولی با این حال نمره من فکر می‌کنم اونا که نیومدن یه راست بگن مثلا نمره های کارنامت مشکله، ولی اون چیزی که من تو کارنامه‌اش دیدم مشکل از اونجاست. چون غیر ممکن 150 تا مثلا به وربون بدی یه جا هم بد مثلا جواب اوکی ندی. یه ذره برامونم از آسپیلونگت میگی که مثلا چند سال بود اول اینو بگو؟ آسپیلونگ 3 سال. 3 سال. میتونی هم چیز کنی اگه خوب باشی، نمرات خیلی خوب باشه، میتونی 6 ماه کوتاه‌ترش کنی میشه 2 سال. از اینا هست که مثلا 2 هفته میری مدرسه، 2 هفته میری سر کار، بلوکونتاقش نبود، هفته روزانه بود، یعنی 2 روز در هفته مدرسه داشتیم، 3 روز هم سر کار می‌رفتیم. کل این 2-3 سال اینجوری بود. آره کلش اینجوری. که من این مدل خیلی دوست دارم. اون مدلش هم هست بلوکونتاقش که 2 هفته میری مدرسه 2 هفته میری سر کار، ولی من این مدل خیلی دوست داشتم. چه درسایی داشتین؟ مثلا می‌خوای یه ذره برامون بگی از درس‌ها؟ آره درس‌ها که گمانشافسکونده داشتیم، به فارسی. یه بار توی یکی از ویدیوها ترجمهش کردم. وای گمانشافسکونده میشه اجتماعی تقریبا. اجتماعی هم چیزا. آره. BWL اقتصاد. آره اقتصاد شرکت و این چیزا دربارش یاد میگیری. ویرتشافت داریم، اونم اقتصاد میشه. آره ولی BWL فکر نکنم کلا اقتصاد بشه، اون BWL میشه قانون و اقتصاد کارشناس بازرگانی میشه اگه بخوای دقیق بگی. آره. دیگه
درسای آیتی داشتیم، یه درس برنامه‌ریزی داشتیم، برنامه‌نویسی ببخشید. با اینکه من تو کار سخت افزاری داشتم ولی برنامه‌نویسی هم داری که یه ذره پایه‌شو داشته باشی. یه ذره مثلا بدونی اونجا هم مثلا اونا چیکار میکنن چی هست. آره دیگه 2 تا درس دیگه هم داشتیم که اونا هم به همون سخت افزاری دیگه مربوط میشد. زبان چه زبانه؟ انگلیسی داشتی؟ انگلیسی هم داشتیم. یه چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن توی آیتی هست ماتماتیکه. مثلا ماتماتیک نداریم، مثلا ریاضی تو آیتی نداشتیم. آلمانی هم داشتیم. آلمانی و انگلیسی. بعد انگلیسی چقدر چیز سنگینه؟ زیاد سنگین نبود، همون چیزایی که مثلا استفاده می‌کنین رو به انگلیسیش هم یاد می‌گیری. بعد به نظر خودت سخت‌ترین درس کدوم بود؟ سخت‌ترین درس همون برنامه‌نویسی برای من. حالا بعضی بودن مثلا تو کلاسمون 1 و 2 هم داشتن، میشه همون 20 19 20. و صف آخر مثلا اونجایی که ما خارجی نشستیم می‌دونی که همون صف آخر میشن خارجی‌ها. امتحان اول برنامه‌نویسی که اومد بیرون یه ویدیو هم داریم، حالا هنوز تو گوشیم هم هست. یه ویدیو گرفتیم از نمره، یکی 4.5 یکی 5 یکی 6. اصلا خیلی داغون. بعد چی بود که مثلا اینا درسو خیلی سخت براتون میکرد؟ خود برنامه‌نویسی بود، مثلا علاقه نداشته باشی به نظر من نمیتونی تو درسم زیاد خوب باشی. بعد معلمم خیلی با ما یه ذره بد بود، یه ذره فکر کنم به خارجی حساسیت داشت، اون چیزی که ما فهمیدیم و اصلا علاقه نداشتمون. نه مثلا با اون معلمی هم که تازه اومد تو کار این کارو بدتر کرده. اصلا برنامه‌نویسی اون موقع فهمیدم، حالا نه فقط به خاطر معلمش، اون حالا شانس ما اینجوری بود که معلم به ما خورده بود، ولی کلا برنامه‌نویسی برای من خیلی پیچیده بود. بعد بیشتر فکر کنی، معمولا تو برنامه‌نویسی فکر کنی چیکار کنی، چی برنامه‌نویسی کنی. مثل زبان جدید هم هست که مثلا پای زبان جدید یاد بگیری، مثلا زبانای سی شارپ اینا مثل زبانی، مثلا پای زبان خارجی یاد بگیری، بعد علاقه هم داشته باشی. ببین بدترین چیزش الان فکر می‌کنم خیلی آسان‌تر شده به خاطر چت جی پی تی و اینا، ولی مثلا اون موقع اینجوری بود که مثلا تو به این مشکل برمیخوری، مثلا حالا واسه ما خارجی‌ها، بعد تو اصلا به اون منبع برسی، یه منبعی رو پیدا کنی که برای تو بیان این داستان رو خیلی ساده توضیح بده، اصلا وجود نداره. ولی الان مثلا چت جی پی تی اومده مثلا بهش میگی که آقا اینو توضیح بده، برای فکر کن برای بچه 4 ساله توضیح میدی، بعد از 30 تا پیدا کنم الان آسان‌تر نیست به نظره در تحقیق کردن که بخوای مثلا به یه مشکل برمیخوری تو مدرسه و اسپیلدونگ و بخش برنامه‌نویسی که مثلا با چت جی پی تی 100% آره با چت جی پی تی خیلی کارا میشه کرد، با هوش مصنوعی خیلی سوالات میتونه جواب بده. آره. مثلا اگه بخوام بگم چت جی پی تی اون موقع بود من برنامه‌نویسیم بهتر میشد، نه، چون مثلا علاقه نداشتم. ولی 100% بهم بیشتر کمک میکرد. آره. حالا اینترنت هم بود، اینترنت که هوش مصنوعی بود اینترنت بود مثلا، ولی با این حال مثلا برنامه‌نویسی کلا واسه همین خیلی مهمه که مثلا من یه اشتباهی نرین واسه توی شغل اشتباهی. حتما تحقیق کنین. الانم گفتم یا نه 2 تا شاخه جدید اومده تو همین فاکینگ. نه نگفتم. از سال 2020 2021 2 تا شاخه جدید اومده، یعنی کلا فاک اینفورماتیکا شد 4 تا شاخه که اونها یه ذره بیشتر قسمت‌های کافمنیشش بیشتره، میشه بخش فروش میشه بهش گفت. آره بخش فروشش آره. ولی تکنیکی ترین آسپیلنگ تو همون آیتی همون دوتایی که گفتم تا الان. مثلا یه چیزی تو کارت وجود داره که مثلا یه مشکلی باشه که تو خیلی باش بیشتر از همه سر کار داری، یعنی خب شما یه کاری میکنید تو شرکت، یه چیزی رو درست میکنید، تعمیر میکنید، یه چیزی هست که مثلا باش بیشتر از همه برخورداری، خیلی اتفاق میفته که مثلا خیلی در طول حالا یه هفته مثلا خیلی با اون سر کار داری. در طول هفته مشکل اینترنتی همیشه هست. مثلا تو شرکت یکی میاد میگه من ویلانم مشکل داره، وای فای هم مشکل داره، نمیتونم به وای فای وصل بشم. حالا تو باید تو سیستم چک کنی آدرس حالا مک آدرس میگن به آدرس اون لپتاپ یا کامپیوتر در بیاری ببینی چی شده. میتونی قشنگ همین رو تو سیستم ببینی مثلا کی به اینترنت وصل بوده، کی وصل نبوده، چرا قطع شده، به کدوم اینترنت وصل بوده، سرعت اینترنتش چقدر بوده. مثلا بیشتر هم مشکل اینترنتی میشه. چیزی هم بوده که مثلا خیلی احمقانه بوده، مثلا طرف زنگ بزنه بهت مثلا بگی فلان چیزه، بعد مثلا تو ببینی مثلا یه چیز خیلی ساده و احمقانه بوده. آره مثلا اون موقع که مثلا تو آسپیلدونگ بودم، آره. اونجا خیلی پیرزن پیرمردم داشتیم تو شرکت دیگه، مثلا اونم حالا زیاد تو آیتی از آیتی اینا سر در نمیاد، مثلا میگفت من تلفنم کار نمیده، اون تلفنم آی پی تلفن بود، اینا همه با اینترنت کار میدن. آره. میرفتی اونجا میدیدی اصلا سیم اینترنت توش. آره. مثلا میگفت کامپیوترم خوب سوخته دیگه روشن نمیشه، میرفتی میبینی کابل چیز در اومده، مانیتور در اومده تو برق. از این چیزا بوده. ولی دیگه پیرزن پیرمرد بودن دیگه، زیاد از آیتی اینا سر در نمیآوردن.
زنگ می‌زدن به ما. بخش مثلا آیتی شرکت هم مثل قلب، مثلا من خودم خب خیلی شرکت‌های مختلف میرم، خب بعد مثلا خب وقتی روی جعبه حالا فیوز یه شرکت کار میکنیم باید یه سری فیوزها رو خاموش کنیم همیشه. یعنی واسه یه مثلا سرور رو خاموش کردن ببین، یعنی باید طرف مثلا زنگ بزنه از قبل با مثلا فرانکفورت هماهنگ کنه، با فلانجا هماهنگ کنه. واسه همین فکر می‌کنم مثلا قلب یه شرکته، یعنی اگه اتفاقی بیفته امکان داره مثلا چند صد هزار یورو یه دفعه از بین بره. 100% مخصوصا تو کارخونه‌های بزرگ. اگه مثلا اینترنت نباشه، ما داشتیم مثلا تو شرکت قبلی که بودن ما آیتی برای شرکت‌های دیگه می‌کردیم. مثلا اگه چند دقیقه اینترنت قطع می‌شد یا بکاپی چیزی اشتباه انجام دادی و ممکن بود در طول یک ساعت دو ساعت که اینترنت نباشه 100-200 هزار یورو ضرر بزنید به این شرکت. مثلا اوسفا میدونی چیه؟ اوسفا آره، مثلا همین که برق قطع میشه، آره با باتری مثلا سرور رو نوت فایل جنراتور داشتن. آره واقعا استفاده. آره خیلی شرکت‌ها اینو دارن. آره. معمولا وقتی برق قطع میشه همه این دستگاه سرورها مودم‌های اینترنت به یه موتور که بهش نمیگن، با باتریه. آره باتری، آره به اونا واسه که معمولا نمیدونم تو بهتر میدونی تا 2-3 ساعت حالا خیلی بستگی داره. بستگی داره. کدوماش باشه، چقدر حالا باتریش قوی باشه، مثلا تا نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت این کار بده. این برای مواقع ضروری هست توی شرکت. من اصلا رابطه‌ام با آیتی هم خوب نیستم، میدونستی؟ برای که هر جا میرم مثلا آیتی فهم میکنن خیلی میفهمن ولی هیچی نمیفهمن. یعنی همیشه من بزرگترین دشمن ما آیتی، یعنی من هر تو شرکت میرم همیشه با آیتی مشکل دارم. اتفاقا بیشتر دشمن ما هم برق‌کارا. هی دنبالت میدوه، میگم بابا مثلا من خودم میدونم فلانم، بعد مثلا میخواد ببینه چیکار میکنی، کنترل میکنه، میگم بابا همه چی در دست ماست. بیشترین مشکلات ما همین برق‌کارا درست میکنن به خدا. چند بار مثلا میان تو شرکت مثلا اصلا با آیتی اصلا هماهنگ نشده، میاد میگه من 1 دقیقه کشیدم بیرون اصلا تو هم 1 دقیقه کشیدی بیرون همه چی پریده. و میبینی از بالا از سی او از رئیسا زنگ میزنن میگن آیتی مثلا الان بعد مسئول پذیر باشه. در صورتی که کسی بدون هماهنگی اومد یه کابل کشیده از یه جا بیرون همه چیز پریده. حالا تا دوباره اینو بزنی تو برق 15 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه همه چی بیاد بالا، سرور بیاد بالا، اینترنت دوباره کار بده. من انقدر سرور اشتباه خاموش کردم. ما یه شرکتی بودیم فرودگاه اشتوتگارت، پشتش انباره که مثلا از هواپیما که میاد میره تو انبار، بعد 4 تا ساختمان بزرگ کنار هم دیگه هست، زیرش انباره، روش هم همه شرکت‌ها هستن. و یه شرکتی بود خیلی هم می‌بینی ماشیناشو تو خیابون، نمیدونم اسمش هم یادم نمیاد متاسفانه، امروز یه همین چیزی، حالا نمیدونم. به هر حال بعد اینا یه تو اون ساختمونه 2 تا طبقه مال اینا بود فقط. بعد به من گفتن که تو هر کاری میکنی فقط سرور رو دست نزنی ها. من گفتم چشم. آقا ما اومدیم جعبه فیوز رو باز کردیم، بعد دیدیم یه دونه فیوز او پایین تنها هست، روش نوشته رزرو، یعنی چیزی نیست مثلا برای مواقع اضطراری اگه مثلا چیزی بود اینو استفاده کنیم. ما اینو دیدیم تک خاموشش کردیم. بعد 5 دقیقه دیدم مثلا از داخل پشت در شرکت دیدم ده داره صدای ولول حرف میزنن همه اینا. به دفعه آیتی من گفت که تو سرور خاموش کردی؟ گفتم که من یه فیوز بود فلان. سرت در نیارم 2 طبقه ساختمون شرکت، سرور قطع، اینترنت، تلفن قطع. بعد می‌خواستیم بریم روشن کنیم، اینو سرور بالا نمیومد. اینا زنگ زدن فرانکفورت این ور رو بگیر اون ور بگیر. بعد مثلا 1 ساعت و نیم 200 تا چیز کارمند نشسته بودن بیکار. بعد 2 ساعت این سرور رو شروع کردن اومدن بالا. بعد آقا چی تلفن‌ها کار نمی‌کرد. دیگه آیتی راه افتادیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. فهمیدیم که این سیم تلفن رو باید یه دور بکشی بزنی، چون اینترنت بلاک می‌کرد تلفن. حالا من نمیدونم دقیقاً چی بود. هیچی مثلا باور کن مثلا 100 تا میز رفتیم هی سیم تلفن رو می‌کشیدیم دوباره می‌زدیم می‌رفتیم. بعد دیگه بعد مثلا 3 ساعت فهمیدن آخر تو بودی. آره فهمیدن دیگه. من گفتم خب من چه وقتی شما پلن نقشه درست ندارین همه اسم اشتباه نوشتین مشکل من که نیست دیگه. اینو برق‌کارا خوب گوش کنن همینجوری سیمو نکشن بیرون از یه جا. آیتی ها اذیت اینقدر برق‌کارا نکنن. دهن ما شما سرویس کردین. تا حالا شده مثلا یه اتفاق تو شرکت بیفته خب و مثلا هیچ کس نتونه کار کنه، همه مثلا فقط لنگ تو باشن تو آیتی، تو نتورک حالا یا تو کلا تو آیتی؟ کلا تو آیتی یا مثلا شرکت بستگی به آیتی داره، چون آیتی اصلا کار نکنه حالا مثل خیلی از بخشای دیگه اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. آیتی هر روز باید اونجا باشه. مثلا اینترنت ممکنه یهو مثلا اینترنت کلا قطع بشه، اگه تیم نتورک اونجا نباشه هیچ کی نمیفهمه اصلا چی شده، از کجا اومده مشکل. نه سوالم اینه، می‌خواستم اینو بپرسم که مثلا با اون فشار استرسی که روتونه، یعنی زمانی پیش میاد که مثلا استرس روتون باشه که مثلا باید سریع این راه بیفته وگرنه شرکت نمیتونه کار کنه. آره حالا این مثلا من برمیگم به شرکت قبلی، چون تو این شرکت هنوز مثلا 2 ساله هستم.
همچین اتفاقی نیفتاده. و تو شرکت قبلی ما آیتی دینسلایسون بودیم اونجا، یعنی ما برای شرکتایی که خودشون آیتی نداشتن ما آیتیشون رو می‌کردیم. به عنوان یک شرکتی که از بیرون میاد میان برای اون شرکت کار می‌کنن. آره دینسلایسون میشه. آره. اونجا مثلا ما مشتری داریم که مثلا در سال چند میلیون قرارداد دارن با ما، چند میلیون یورو. مثلا قراردادشون فرق داره، یکی مثلا قراردادش گلد، مثلا گلد فتراک داره، مثلا گلد قرارداد گلد داره، قرارداد طلایی. بس به همون پولی که میدن همون قدم آش میخورن. مثلا آره مثلا هر چقدر پول بیشتر بدن تو باید بیشتر براشون اونجا باشی. مثلا اگه زنگ بزن بگن اینترنت ما کار نمیده، تو باید مثلا در عرض 1 ساعت تا 2 ساعت بری اونجا مثلا تا شرکتشون و ببینی مشکل از کجاست، چیزی سوخته، کابل چیزی قطع شده. کارت پر استرسه خیلی فکر میکنی؟ الان نه، راستشو بخوام بهت بگم تو این شرکتی که هستم پر استرس نیست. اگه بخوام با شرکت قبلی مثلا مقایسه کنم، آره اون مثلا خیلی پر استرس تر بود، خیلی چالنج‌های بیشتری داشتم، خیلی فرانتفونتونگ بیشتری داشتم، مسئولیت بیشتری داشتم. آره ولی تو این شرکت نه، الان پر استرس نیست چون که مسئولیت هم کمتره. تو شرکت قبلی که مثلا بودم، رو برمیگم من به شرکت قبلی چون تو اونجا خیلی چالنج‌های بیشتر داشتم. تو شرکت قبلی که بودم ما برای مشتری کار می‌کردیم که نه برای خودمون. تو شرکت برای خودمون کار می‌کنم. ببین منظورم اینه که مثلا میگم که کلا کار آیتی کار پر استرسیه به نظرت؟ کار آیتی آره میتونه استرسی باشه. آره وقتی مثلا همین که مثلا تو توی شرکت با اینترنت مشکل پیدا کنی یا 50 نفر پشت هم زنگ میزنن یا ایمیل میزنن، تیکت باز میکنن، حالا بهش میگن از تو میخوان که همون موقع راهی پیدا کنی. آره. و اگه تو راهی پیدا نکنی که از بالا هم هیبت زنگ بزنن، فشار رو تو، فشار که آقا اینترنت چیه، مشکل از شماست، مشکل از حالا مثلا میبینی اینترنت از چیز قطع شده، از ESP قطع شده، یعنی از اون کسی که مثل تلکم از منبع قطع شده و اون آخر میان میگن آیتی تقصیر کاره، در صورتی که تو کاری نکردی، تو داشتی نورمال کارتو میکردی. از منبع اینترنت قطع شده، حالا همه استرس و فشار هم رو توه. یه روز کاری تو میتونی برامون بگی که مثلا از صبح بری سر کار کی شروع میکنی، چه اتفاقی میفته؟ یه روز کاریم که باید بگم من الان به طور 100% تو هوم اوفیسم، یعنی 99% حالا بگیم. مثلا امسال من اصلا یک بارم شرکت نرفتم. صبح ساعت 8:30 9 بلند میشم، یه صبحونه چیزی حالا میخوریم، یه کامپیوتر روشن میکنیم تو خونه، یه برنامه داریم به اسم اکسورنت تیکت سیستم بهش میگن، یعنی تو اونجا ایمیلای مشتریا یا کارکنایی که مثلا باز کردن و تیکت هایی که باز کردن میتونی ببینی، مثلا مشکلی چیزی داشتن تو اونجا ایمیل کردن، تو اونجا میری انتخاب میکنی اون تیکتی که برای مثلا تیم توی، مثلا برای تیم من نتورک تیم مثلا اونجا میری تیکت رو انتخاب میکنی و میبینی که مشکل چیه. مثلا یکی زده من اینترنت هم مشکل داره یا من تو خونم وی پی ان هم کار نمیده، دیگه تو اون تیکت رو میگیری و باید کنتاکت بگیری با اون کسی که شخصی که این مشکل رو داره و سعی کنی مشکلش رو حل کنی. خیلی خلاصه گفتم. حالا گفتم این چالش های تو این شرکتی که هستم خیلی کمتر از اون شرکت قبلیه، چون اونجا ما دین سایسا بودیم و کلا کارمون با آیتی بود، کلا با شرکتی کار می‌کردیم که کلش آیتی بود. اینجا تو این شرکت ما کارخونه بزرگ، کارخونه 5000 نفری خودمون چیز تولید میکنیم، یعنی هدف اصلی ما آیتی نیست، ما فقط آیتی خود شرکتمون انجام میدیم. یعنی بخوام الان به صورت خلاصه بگم کار شما اینه که شما منتظرید یه اتفاقی بیفته تو شرکت، مثلا بیان به شما رجوع کنن. آره اتفاقایی که میفته، حالا مثلا پروژه اینا هم داریم دیگه. مثلا پارسال من تو سوئیس بودم برای یه هفته، اونجا بعد کل یه کارخونه که داشتیم کل سویچا کل مودما رو عوض می‌کردم توی سوئیس. مونتاژ هم یعنی پس میرید؟ مونتاژ هم میریم. آره. و این مثلا این همین سویچ میدونی یا چیه نه؟ سویچ مثلا این مودمای بزرگ اینترنتی برای شرکت‌ها، اینا رو بعد از قبل مثلا خودمون کنفیگش کنیم، تنظیمش کنیم. بعد مثلا تو سوئیس یا هر کشوری که رسیدیم اونجا نصبش میکنیم برای اون شرکت. اینا مثلا کارهای پروژکتی داریم، حالا چیزی که میخوام بگم پروژکت داریم و کاری شتورگونگ داریم. شتورگونگ یا اشتویرونگ؟ اشتویرونگ یعنی اینم پالش واقعا نمیدونم چی میشه. شتورگونگ میاد تو همون تیکت سیستم، مثلا از قبل پیش بینی نشده.
اینا رو باید مثلا در کل روز انجام بدی. اگه پروژه داشته باشی بعد بر پروژه‌ت کار کنی این حرف. توی علی زبریم در مورد بحث حقوق و اینا، خب میتونی برام به صورت میانگین بگی یا نمیخواد در مورد چیز خودت توی آسپیلونگ درآمد آدم چقدره، میتونه با چقدر آدم حساب بکنه؟ این اول بهمون بگو. من بهت بگم شاید باورت نشه، فکر کنم چقدر من میگرفتم تو آسپیلونگ؟ آره هر سال فرق می‌کرد؟ هر سال یه میومد. اینجا که تو داری میگی سال اول 500 یورو 540 تا خیلی فهم فکر می‌کنم مثلا بیای تو آی تی یا مثلا اول 1000 تومان. حالا الان خیلی بهتر شده. من 7 8 سال پیش آسپیلونگ رفتم و اون موقع من سال اولو با 540 یا 60 تا شروع کردم. بعد هر سال 50 یورو 100 یورو میرفت روش که اون شرکت اول که اصلا هیچی نشد و شکست شد. 2-3 ماه من بدون شرکت بودم. رفتم شرکت دوم، اونجا حقوقم بهتر شد. مثلا از سال دوم شد ماهی 720 30 یورو. سال سومم دوباره 100 یورو اومد. بعد یه نفری که آسپیلونگش تموم میشه وارد بازار کار میشه سال اول، میتونه با چقدر حقوق حساب بکنه؟ اینم میگم شاید خیلی باورشون نشه. حقوق اول من بعد آسپیلونگ مثلا 1700 تا بود. 1700 تا نتو خالص 1700 تا میمونه. ولی میگم من بعد آسپیلونگ رفتم توی شرکت دیگه، اونجا منو فرستادن هامبورگ. 6 ماه تو هامبورگ بودم برای یه وایتا بیلدونگ. اونجا اجاره خونه رو میدادن، واسه همین حقوقم یه ذره کم کرده بودن 6 ماه اول. 6 ماه چون که اجاره حقوق خونه، پول خونه اونجا میدادن، از حقوق تو کم میکردن. هم یه وایتا بیلدونگ بهمون دادن، هم یه خونه، واسه همین پولو کمتر کردن. حقوق اول اونجا تقریبا 1700 تا. حالا معمولا من بخوام خودم حساب نکنم، بعد آسپیلونگ تو میتونی رو 2 تا خالص حساب کنی. اینجوری نیست که خیلی‌ها میگن آیتی بیای تو آیتی نون تو روغنه. از اول تو مثلا میتونی بین 2-2.200 نتو حساب کنی. حالا بازم بستگی به شرکت داره، کجا باشی، چه شرکتی باشی، چه شرکتی نباشی. 2.200 نتو. امکان این هم هست که حقوق تو مثلا تو بری یه سری کارا رو انجام بدی، یه سری کلاس‌ها بری که مثلا حقوقت بیشتر بشه؟ امکانش هست؟ 100% این مهمترین چیزه به نظر من تو آیتی. چون اگه من الان میخواستم همون جایی که تو آسپیلونگ بودم باشم، همون 2.200 رو میگرفتم. ولی آیتی، حالا اون رئیس اولم که زیاد ازش راضی نبودم، حالا اگه یه چیز خوبی هم به ما گفت این بود که تو آیتی هر روز باید چیز جدید یاد بگیری. آیتی یه چیزی نیست که بگی من آسپیلونگ 3 سال رفتم تموم شد. آیتی هر روز داره آپدیت میشه، تکنولوژی جدید میاد، تو باید آماده باشی چیزای جدید یاد بگیری. اگه بخوای تنبل بازی در بیاری که رو همون حقوق اولیه میمونی. شاید مثلا هر چند سال با 50 یورو مثلا بهت بیشتر بدن، قوتو مثلا هیچی نمیشه. آره. ولی مثلا تو اگه بری وایتا بیلدونگ کنی، خودتو چی بهش میگن، آپدیت نگهداری به عنوان مثال. آره هیچ چیز جدید یاد بگیری. مثلا من رفتم چند تا سرتیفیکیت گرفتم، تو چند مدرک گرفتم. چند تا مدرک گرفتم تو اون بخش اینترنت و نتورک و این حرفا. با این کار میتونی خودتو برسونی یواش یواش به بالا. یعنی اگه بخوای بیسیک کار کنی، تو هلپ دسک کار کنی، مثلا چیزی که مثلا خیلی‌ها اول کار بعد آسپیلونگ میرن توش فرست لول ساپورته. تو اونجا مثلا حقوقت خیلی کمه. فرست لول ساپورت چیه؟ اینه که مثلا یکی به آیتی زنگ میزنه میگه من مشکلم اینه اونه، تو باید تو همون موقع تو با تلفن مثلا حلش کنی، مشکلای بیسیک تو حلش کنی. آره. و هر چی به سمت جلو بری، هر چی تخصصی تر بشی، خودت به سمت سکند لول بری، خودتو بیشتر وایتا بیلدن کنی، حقوقت معمولا میره بالاتر. بعد این تخصصایی که میگیرید، مثلا میرین کلاس چیز جدید یاد میگیرین و خود شرکت شما رو میفرسته یا خود شرکت میگه امکانشو دارید برید، یا خودت باید شخصا اقدام کنی؟ اینا متفاوته تو شرکت‌ها. مثلا تو شرکت اولی که بودم میگفتن نه، خودت اگه هر چی بخوای باید بری، خودت باید پولشو بدی، این حرفا، چون ما اصلا به این سرتیفیکیتی، به این مدرکی که تو میخوای بگی نیاز نداریم. ولی تو شرکت دوم برعکس اون شرکت میگفت تو این زمینه نتورک، مثلا سیسکو فکر کنم بشناسی. آره تو کار اینترنت هستن، تو این زمینه هر چی بری ما پولشو مثلا میدیم. حالا هر سرتیفیکیتی اونجا بخوای بگیری با کلاس‌هاش 4-5 هزار یورویه، کسی نمیاد از جیب خودش بده. مثلا تو اون شرکت من 2 تا سرتیفیکیت رفتم، مثلا حقوقم خیلی بهتر شد و این حرفا، اونو شرکت داد چون که بهش احتیاج داشتن. حالا در نهایت بیشتر موقع شرکت‌ها این möglichkeit رو به تو میدن که تو بتونی خودتو بهتر بکنی، مدرک بگیری. و اگه شرکت مثلا شرکت کوچیک و خسیسی هم باشه، حالا بگیم
میگه نه من 4-5 باید چی بدم به جای نمیرسه آدم، جای نمیرسه. و شرکت‌های بزرگ معمولا تو این زمینه هم خیلی بهترن. خیلی مثلا نگاه میکنن که تو بتونی خودت آپدیت کنی، بتونی چند تا مدرک بگیری. تو این موارد خیلی بهترن. شما مایستا هم دارید تو کارتون؟ نه مایستا چیزی که مثل هندورک باشه بخوای بری یه اینجوری نیست، یعنی فقط با همین کلاس‌های اوکنایی که تو حتی میتونی بعد آسمون بری خود زربشتندیش بشی. اوکی. نمیتونی بدون هیچ چیزی بری زربشتندیش بشی، خود مستقل کار کنی. مستقل کار. چه جالب. مثل هندورک نیستش اصلا. باید به خودت بستگی داره دیگه چیکار کنی، چه بلدی چه مدرکی بگیری، چیکار کنی، چقدر کار کنی. بازار کار آیتی تو آلمان چجوری به نظرت؟ بازار کار آیتی که کلا تو کل دنیا میتونیم بگیم همه به آیتی نیاز دارن. همه هم میدونی که میگن آیتی آینده داره. آره تو آلمان به نظر من خیلی خوبه. من حتی مثلا از بعد آسپیلونگ جای خودمو به وبر نکردم. یعنی هیچ شرکت دیگه نمی‌خواستی بریم؟ آره من بهت پیشنهاد دادن؟ آره من خودم به جای پیشنهاد ندادم، اونها من پیشنهاد دادن. حالا دو تا برنامه‌ای هم هست که حالا چیز می‌کنم انفعال می‌کنم برای اون کسایی که پیشنهاد می‌کنم برای کسایی که مثلا می‌خوان تو این شغل بیان، برای شغلای دفتری. برنامه لینکدین با ایکسینگ، این دو تا از برنامه‌ای که تو آلمان خیلی معروفن، مثل اینستاگرام و فیسبوک. برای برنامه‌ای که تو برای کاری شغل کاریان. آره. تو اونجا مثلا خودت یه پروفایل برای خودت می‌سازی، میگی من تو آیتی کار می‌کنم، آسپیلینگ رفتم، چند تا هشتگ می‌ذاری، من این چیزا رو بلدم. بعد از شرکت‌های بزرگ مثلا اونا خودشون آدمایی دارن که دنبال کارکن می‌گردن. اونا مثلا دنبال این هشتگا می‌گردن، بعد می‌بینن مثلا کیو اینجا داریم تو اشتوتگارت، بعد به درخواست میدن. مثلا من الان نشون بدم گوشیمو، هفته 10 تا از این پیام‌هاست. یعنی جوری نیست که من بخوام خودم دنبال شرکت. خودت میشین خودتون میشین انتخاب می‌کنید. آره. تو این زمینه هم خیلی آیتی به نظر من خوبه. فکر می‌کنی که هوش مصنوعی شغلت رو تهدید می‌کنه؟ هوش مصنوعی آیتی رو تهدید میکنه 100%. خیلی از شغل‌ها رو تهدید میکنه. ولی اونجایی که من هستم فعلا نه. من چون بیشتر به نظر من هوش مصنوعی اون شغلایی رو تهدید میکنه که نیروی انسانی نیاز نداشته باشه. مثلا کلا بتونی همه چیو بدی به کامپیوتر. مگر اینکه مثلا ربات بیاد یه موقعی مثلا اون نیروی انسانیشو مثلا چیز کنه، جایگزین کنه. مثلا همین کاری که ما میکنیم، تو میدونی خودت بعد بریم مونتاژ کنی، سویچ کانفیگ کنی، مثلا مودم‌های اینترنتی کانفیگ کنی. تو این بخش هنوز آیتی رو تهدید نمیکنه. ولی خب امکانش هست اینه که مثلا توی مثلا یه شرکتی که 5 نفر آیتی کار میکنن، مثلا هوش مصنوعی بیاد 3 نفر از اینا رو جایگزین کنه. 100% با این پیشرفتی که میبینیم از هوش مصنوعی 100% هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. کی فکرشو میکرد 4-5 سال پیش واقعا هوش مصنوعی بیاد همچین بهش یه جمله بدی، یه چیزی بگی، این همه اینفورماسیون بده. آره واقعا. فکر می‌کنی شغل آیتی برای چه تیپ آدمای مناسبه؟ آدمایی که علاقه دارن به کامپیوتر، علاقه دارن به حل کردن مشکلات، آدمایی که شاید این تنبل هم هستن. یا مثلا ریاضی ایناشون هم باید خوب باشه، یا اصلا ریاضی من تا حساب کتاب؟ ریاضی نه، من تا حالا مثلا با ریاضی مثلا هیچ کاری نداشتم. کسایی که مثلا یه ذره تنبلن، مثلا کارای من از اول میدونستم که نمیخوام برم تو کارای دستی، برم مثلا یه جا تو آفتاب یا یه جا مثلا تو بارون و برف کار کنم. میدونستم یه جا تو دفتر میخوام کار کنم با کامپیوتر و کارم میخوام تکنیکی باشه. اومدم تو آیتی. اگه برمیگشتی به عقب دوباره این آسپیلونگو میرفتی؟ 100%. شاید 99%، یه درصدش بزنم برای آپشن‌های بقیه، ولی 99% تا الان خیلی راضیم. آره. چه چیزی خیلی تو رو جذب کرده که مثلا بگی که واقعا فیوریت من اینه تو این شغل؟ همون علاقم به نتورک. من تو همون آسپیلونگ فهمیدم که مثلا علاقه به همون کارهای اینترنتی خیلی زیاد دارم. حالا با همون سیسکو، یه شرکتی مثل مایکروسافت، شرکت بزرگ توی آیتی، به این شرکت خیلی علاقه دارم، به تکنولوژیاش علاقه دارم، به اینترنت علاقه دارم که مشکلات رو حل کنم توی اینترنت. حالا هر مشکلی باشه توی اینترنت اون مشکل حل کنم. تصور اشتباهی هم داشتی از شغل که اینجوری نبود، بعدن که مثلا فکر کردی اینجوریه و نبود و این باعث شد که مثلا بخور تو ذوقت؟ تصور اونقدر بزرگ نداشتم که بخور تو ذوقم، ولی مثلا فکر می‌کردم اگه تو آسپیلونگ آیتیو بری، همونطور که اول کار گفتم، اصلا اون اولش نون تو روغنه. ولی اینجوری نیست. نبود. آره اگه فکر می‌کنی اصلا اون اول تو میای 4-5 هزار یورو نتو میگیری، خالص میگیری،
اینو بعد کلا فراموشش کنی. و چیزی بود که فکر می‌کردی خیلی بدتره ولی اصلا اونجوری نبود، آسان‌تر بود، خیلی راحت‌تر بود؟ شاید همون شغل پیدا کردن تو آیتی باشه. فکر کنم مثلا بعد آسپیلون، چون میدونستم بعد آسپیلون تو اون شرکت اولیه نمیخوام بمونم، چون یه ذره مشکلات داشتم با رئیسم. آره. گفتم حالا بعد آسپیلون من 2-3 ماه دیگه وقت دارم، چجوری شغل پیدا کنم که اصلا دیدم 1 هفته بعد 2 هفته بعد یه پیامی اومد برای من تو کسینگ، همون برنامه‌ای که گفتم، و بعد 1 هفته هم همه چی اوکی شد، قرارداد امضا کردیم و تمام. یه نفری که بخواد این کارو شروع کنه توصیه داری بخوای بهش بکنی؟ توصیه‌ای که دارم مثل خیلی شغلای دیگه فقط برای پول به یه شغل نچسبین، چون آخرش بعد 3 سال آسپیلینگ انجام بدی ها تو همین آلمان، بعد 30-40 سال بعد تو همین شغل کار بکنی. من مثلا اگه علاقه نداشتم اصلا حاضر نبودم حالا به خاطر 3-4 هزار تومان باشه بیام تو این کار، چون بالاخره 40 سال بعد انجام بدین این کارو. حالا خلاصش این که به خاطر پول خودتون رو گول نزنید. پولش خوبه آره، خودت هر چی بیشتر خودت هر چی پیشرفت کنی تو این کار معلومه حقوقت بیشتر میشه. آره خیلی هم به خاطر هوم افیس میگن مثلا ما میایم تو آیتی. حالا هوم افیس که فقط آیتی نداره، خیلی از شغل‌ها هوم افیس داره، کارهای دفتری معمولا، مخصوصا از موقعی که کرونا شد توی آلمان. آره. خیلی شرکت‌ها دیدن شروع شد این داستانا، دیدن تو هوم افیس خیلی خوب کار پیش میره. اگه میخوای فقط هوم افیس باشی و نون تو روغن باشه نه تو این کار، باید علاقه داشته باشی، چون باید یاد بگیری، اگه هم علاقه نشه باشی یاد نمیگیری. من خودم همیشه میگفتم که اگه من دوباره برمیگشتم به عقب آیتی میخوندم. چرا؟ برای که فکر میکنم که تو بهم بگو درست این تصور یا نه، چون خیلی ها هستن آیتی میخونن بعد با قرارداد آلمان میرن خارج از آلمان، مثلا طرف تو تایلند زندگی میکنه ولی مثلا داره برای آلمان کار میکنه. 100% این فکر من داشتم، این کارا هم میشه ولی آلمان یه ذره تو این چیزا چی بهش میگن پیچیده تره. تو میدونی مثلا اگه از اینجا بخوای توی کشور زندگی کنی تو بعد یه دو جا مالیات بدی. بعدم این کارو ممکن شرکت انجام نده. این چیزی که تو خودت گفتی ممکن هست ولی 90% شرکت‌ها همچین کاری نمی‌کنن چون خودت تو همون کشور میخوان. حالا احتمالش هست 10% از شرکت‌ها باشه بگه برام اصلا مهم نیست کجای آلمان باشی، کجای این دنیا باشی، ولی باید تو مثلا برای ما کار کنی، مثلا آره برای ما کار ساعتای ما رو کار کنی. آره مثلا شرکت من اینجوریه که میگه تو نباید شرکت بیای، همینجوری که گفتم 100% هم مویستم، ولی میگه باید تو آلمان بمونی، چون هر لحظه ممکن من زنگ بزنن بگن ما تو شرکت نیازت داریم بعد بیا اینجا. چون میدونی که تصور خیلی‌ها اینه که ما میریم مثلا آیتی و میریم، ولی اینجوری نیست. میگی خیلی امکانش کمه شغل پیدا کنی. تو آلمان خیلی شرکت‌ها سختگیری میکنن، نمیذارن تو بری توی کشور زندگی کنی، میگن بعد وونزیت همونجا باشه، تو همون کشور سکونت بکنی. و همه هم با هوم افیس موافق نیستن مثلا. حالا چون آیتیه خیلی از شرکت‌ها که معلوم میبینم دوباره دارن برمیگردن، مثلا میگن حداقل هفته 2 بار توی شرکت باشی. آره چون میخوای به شرکت وقتی تایلندی خب آره. یه چیزی می‌خواستم بپرسم اصلا یادم رفت، این بود که خارج از ساعت کاریت هم باید کار کنی یا نه؟ آخر هفته مثلا الان بگی الان من مثلا ساعت مثلا 4 بعد از ظهر به عنوان مثلا من کارم تموم شده، مثلا این دفعه ساعت 6 بعد از ظهر مثلا به زنگ بزنن میگن همچین مشکلی پیش اومده، هم چیزی هست؟ نه تو این شرکت نه، ولی تو شرکت قبلی داشتم مثلا 2 هفته بقایتشافت آماده باش داری، آن کال به انگلیسیش میگن. آره 2 هفته مثلا آماده باش داری اونجا، تو این 2 هفته 24 ساعت میتونن به تو زنگ بزنن دیگه. مثلا من تجربه قبلیم این بود که یه روز شنبه بود اتفاقا با رفیقام بیرون بودیم و من می‌دونستم آماده باشم دارم، واسه همین لپتاپ برده بودم با خودم. حالا شانس ما آخر هفته کسی زیاد زنگ نمیزد. آقا ساعت 2 صبح که ما بیرون بودیم از آمریکا یکی زنگ زده، از آمریکا. حالا اونجا هم 6-7 ساعت عقب‌تره دیگه، من نمی‌دونستم. از اونجا زنگ مثلا میگم مشکل دارم با اینترنت، که اونجا مثلا تا 4-5 صبح به وقت آلمان دستمون بند. این چیزا هم هست. شرکتایی دارن که آماده باش دارن، شرکتایی دارن که آماده باش ندارن. و پول بیشتری هم میگیریم معمولا وقتی آماده باش داریم. 100%. جمله پایانی چیزی که دوست داری بگی در موردش حرف نزدیم و اینا؟ جمله پایانی همون چیزایی که تو ویدیو گفتم، فقط به خاطر پول یا راحتی یا هوم افیس نرین به سمت آیتی. حتما علاقه باید داشته باشین به این شغل، چون بعدها میتونه براتون دردسرساز بشه اگه نتونین تو اون شغل خودتون رو پیشرفت بدین. و
همین دیگه. آره دست در نکنه. خواهش زحمت قربونت. کشیدید. بچه‌ها مرسی که این دفعه ویدیومو دیدید. اگه دوست دارید در مورد شغل خاصی ویدیو بذارم بهم حتما برام بنویسید. اگه خودتون دوست دارین بیاین تو برنامه بهم مسیج بدید توی اینستاگرام یا یوتیوب، من همه رو نگاه میکنم. مرسی که ویدیو رو دیدید. میبینمتون تا دفعه دیگه. بوس به همتون.